تا حالا پستی گذاشتی که مطمئن بودی قراره بترکونه ولی هیچ کس ندیدتش؟ دلیلش ساده است. دیده نشدی چون درست هشتگ نزدی. دقیقاً. هشتگ فقط یه تزیین کپشن نیست. در واقع کلید دیده شدنه. الگوریتم با هشتگ ها تصمیم میگیره پستت رو به بقیه نشون بده یا نه. یعنی بدون هشتگ درست انگار پستت رو گذاشتی توی یه اتاق خالی. امروز می‌خوایم سراغ یه موضوع خاص بریم و اینا هشتگ هایی هستند که توی چند روز اخیر بیشترین تأثیر رو روی دیده شدن پست ها داشتن. آخر ویدیو آمار دقیق هر هشتگ رو هم میتونی ببینی. پس تا آخرش بمون. این هشتگ ها فقط مخصوص همین بازه زمانی هستند. چون ترند ها مدام عوض میشن. پس اگه میخوای همیشه پست هات بالاتر دیده بشن، باید هر بار از اپلیکیشن هشتگ استفاده کنی. فقط موضوع پستت رو بنویس. خودش هشتگ های دقیق، جدید و مخصوص هر شبکه رو برات میسازه. حتی به صورت ترکیبی از چند زبان مختلف. هشتگ رو از گوگل پلی و مارکت های ایرانی دانلود کن و با هشتگ های واقعی دیده شو. هشتگ ها تبلیغات دهان به دهان دیجیتالن.